پیش رو گرفتن نگاه خودش پیش میره که نگاه بچینی ولی آمین پیامبر که مصیبت آمد اون اجر خدای بزرگ برای محمد صلی الله علیه و سلم در وفات دخترانش داد. خدا در وفات بیشتر حضرت ایشان برای حضرت ایشان نصیب فرماید. راضی هم در درباره را صحبت کرده یک مسئله موضوعی را می‌خواهم برای مردم تذکر نمایم که برای این ملت نهایت ضرور است. امروز بعضی از جوانها که دین شیعه را قبول کردند و او اصحاب پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم را حتی روی راست دشمن می‌دهند، سرشان زیاد شکست دادند. یقین بدانید که اصحاب پیغمبر گرامی قدر یاران او کسانی هستند که پروردگار عظیم و شان و خاطر اینمی دین شما هم اونها را خلق کرد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابی پیغمبر می‌فرماید که خداوند بر دل بندگانش نظر کرد و بهترین دل رسول الله را دید، برای خود او را حبیب و آخران پیامبر اختیار کرد و بار دیگر بر دل بندگانش نظر کرد و دید که دل اصحاب پیغمبر گرامی قدر از بهترین دلها هست و از جانفداترین دلها برای محمد است. برای محمد اونها را یار اختیار کرد. راستی هم این دین اسلام برای ما و شما مثل یک طبق آش آمدگی نیست. این دین اسلام و همه مشقت و جانفدایی ها و همه مشکلاتی که در شروع اسلام اصحاب پیغمبر از خانه و در، از زن و فرزند، از لباس تنه، از مال و جانشان به مال و جان شدن و این دین برای ما و شما رساندند. اگر ما تاریخ را نگاه کنیم زیاده از 120,000 صحابه هست که تقریبا 8,000 اونها در بقیع جنت البقیه هست. باقیش برای دعوت مسلمان ها از مدینه بیرون شد و در سرزمین ما و شما وفات کرد و اونها همین دین را رساندند. رسول اکرم می‌فرمایند الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. از پروردگار ای امت محمد بترسید و اصحاب محمد را شما غرض حقارت قرار ندهید. و کسی که محمد را دوست می‌دارد اصحاب محمد را دوست می‌دارد. والله کسی که بر محمد حسد دارد و کسی که این محمد را بد می‌بیند یقین بداند که او محمد و دین محمد و اصحاب محمد و همین ملت اسلام بدیده. رسول اکرم می‌فرماید که اگر شما ای امتان محمد، ای علما، ای مردم تاجیکستان، ای مردم مسلمان، اگر چنین کوه احد اگر صدقه کنه، جان فدایی کنه، چنین یک مشتی که ابوبکر و عمر صدقه در راه خدا کردن برابر نمی‌شوید. شما از روی منبرها در این نمازهای جنازه در مسجدها مردم از سیرت اصحاب پیغمبر بفهمانید که اونها چی خدمت کردند، اونها برای شما چی دین آوردند، اونها برای این پیروزی دین اسلام چی خدمت‌های کردند. دعا کنید که الله جل شانه بار دیگر رحمت و مغفرتش نماید. بالای بنده حق هست، یکی از حقوق الله هست که او را به خدا میسپاریم از نماز و روزه هست. یکی از حقوق العباد است که در قدرش و برادرانش هستند انشاءالله که اداش میکنند. دعا کنید که پروردگار عظیم و شان از همه سفر مشکل برای بنده هاش است. این سفر آخرت است که اگر انسان به خاطر خدای بزرگش اگر عمل نکرده باشد در او سفر دور و دراز و پرتلاطم به خدا بسیار مشکل است برای او. خداوند این سفرش به خطر بگرداند. پروردگار بهترین جایزه برای بنده مسلمان دیدار پروردگار است. الله از دیدارش را به نصیب نگرداند و فردوس اعلی را نصیبش بگرداند
برحمتك يا رحمن الرحيم. الله أكبر.